درمان سفیدی مو برای افرادی که تو سن پایین موهاشون شروع میکنه به سفید شدن. اگر تو هم نمیدونی که کدوم روغن مناسب موهاته، پس این ویدیو رو تا انتها نگاه کن. امروز با هم میخوایم تمام روغن‌های گیاهی که وجود دارن رو بررسی کنیم و ببینیم که کدوم روغن مناسب کدوم جنس موه. سلام دوستای عزیزم، دوباره به کانال من خوش اومدید. امروز طبق معمول باز هم یکی از موضوعات مهم در رابطه با لاین احیا و صافی مو رو بررسی میکنید. ممنون میشم قبل از هر چیز کانال منو سابسکرایب بکنید و دکمه لایک و زنگوله رو هم برای من بزنید. ما امروز میخوایم خواص روغن‌های مختلف برای موها رو با هم بررسی کنیم. خب اولین روغنی که میخوام باهاتون راجبش صحبت کنم روغن نارگیله. خیلی‌ها اینو اولش بگم، خیلی‌ها این تصور رو دارن که هر روغنی به درد اون موهاشون میخوره، ولی از شما باید خواص هر روغن رو بدونید، چه تو زمینه احیا و صافی وقتی که دارین کار میکنین، چه توی خونه وقتی که میخواین از روغن‌ها برای تقویت موهاتون استفاده کنید. پس اینطوری نیستش که هر روغن تمام کارهایی که ما میخوایم برای موهامون انجام بدیم و انجام بده، یعنی خواص‌ها یکی نیستن و خاصیت‌های یکسانی ندارن. یکی از خواص روغن نارگیل رفع خشکی مو و آبرسانی موهاست. روغن نارگیل حاوی مقادیر زیادی پروتئین طبیعی برای مو ماست، پس پروتئین موها را تأمین میکنه. کار دیگه ای که روغن نارگیل واسه ما میکنه رفع خشکی و موخوره موهاست. افرادی که توی سالن زیبایی کار میکنن این نکته رو توجه داشته باشید. وقتی که مشتری شما ازتون میپرسه که توی خونه با چه روغنی مثلا موهام رو تقویت بخوام بکنم، به همشون یک روغن آرگان یا چه روغن بادوم رو پیشنهاد دادین. شما نسبت به جنس و سلامت مو و نسبت به نیازی که اون مو داره روغنی که باید برای تو خونه استفاده کنه رو واسهش مشخص میکنین. این هم در نظر داشته باشید که خودتون توی سالن هم از این روغن ها در زمینه اویل تراپی مو میتونید استفاده کنید. خب روغن بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم روغن بادام تلخه. من اینجا می‌نویسم روغن بادام فقط، به چه علت؟ بچه‌ها روغن بادام تلخ مناسب برای تقویت موهاست و روغن بادام شیرین مناسب برای تقویت پوست صورت ماست. خب این اشتباهیه که خیلی‌ها نمیدونن و انجام میدن و روغن بادام شیرین رو به صورت به موها میزنه. خب روغن بادام، پس دو نوع، روغن بادام تلخ و شیرین. روغن بادام تلخ برای موها، برای تقویت موها، و روغن بادام شیرین برای تقویت پوست. من روغن بادام تلخ رو چجوری بگیرم؟ ببینید اولا اگر اینکه میخواین روغن بادام شیرین چه روغن بادام تلخ بگیرید، توجه داشته باشید که شرکتی نگیرید. ترجیحاً از عطاری ها بگیرید و روغنی رو بگیرید که جلوی چشم خودتون روغن گیریش انجام شده باشه. یعنی حتی از این شرکتی ها که خود عطاری ها میفروشن نگیرید، جلوی چشمتون عمل روغن گیری انجام بشه، اون روغن اصله. خب حالا ما رفتیم روغن بادام تلخمون رو گرفتیم، حالا برای چه موهایی اینو میتونیم استفاده کنیم؟ اینجا واسهتون مینویسم. بسیار بسیار روغن بادام تلخ روغن خیلی خیلی خوبیه. روغن بادام تلخ بازسازی اسکالپ کف سر رو انجام میده و اینکه رطوبت رسان هست، انعطاف پذیری مو رو زیاد میکنه و شاین و درخشندگی زیادی به مو میده. و من روغن بادام تلخ رو میتونم بهتون بگم که ترجیحاً دائما برای موهای خودم استفاده میکنم. روغن بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم روغن چرچک هست که خواص خیلی زیادی داره که من یک سریشو اینجا برای شما مینویسم. جلوگیری از ریزش مو، تقویت پوست سر، تأمین چربی موها، جلوگیری از شکنندگی موها. خیلی به این روغن به نظر من کم لطفی شده و واقعا خواص بیشماری برای مو داره که تازه من الان اینجا برای شما 4 تا از اساسیاش رو نوشتم. خب من یه دور میرم از کنار از جلوی تخت کنار، شما یادداشت کنید اگر میخواید استوب بزنید و پاک کنم و ادامه روغنا رو بهتون آموزش بدم.
روغن بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم روغن رزماری هست. چند وقته بین مردم داره جا میفته و خیلی ها متوجه شدن که روغن رزماری به شدت باعث رشد مو میشه و ویدیوهای آموزش زدن روغن رزماری به مو خیلی ترند شده. خب روغن رزماری مناسب افرادیه که پوست سرشون خشکه و شوره دارن. به تامین چربی کف سر خیلی کمک میکنه و میکروب های کف سر رو از بین میبره. یعنی یه جور دیتاکس تراپی طبیعی رو برای ما انجام میده. ریشه موها رو تقویت میکنه و نرم کنندگی خیلی بالایی به موی ما میده. روغن بعدی روغن آووکادو که خیلی بین مردم جا نیفتاده و خیلی از خواصی که داره بی اطلاع هستن. کارهای موی ما رو ضخیم میکنه. پوست کف سری که یا همون اصطلاحاً اسکالپ سری که ملتهب هستش و دچار آلرژی و حساسیت میشه رو درمان میکنه. به عنوان ماسک مو میشه استفاده کرد. موهای ما رو در برابر نور آفتاب محافظت میکنه. میرم یه دور کنار که شما یادداشت بکنید و ادامه رو براتون بنویسم. روغن مورد مرکبه. این روغن هم مثل روغن آووکادو کمتر بین مردم جا افتاده و خیلی از خواصش با خبر نیستن. درمان سفیدی مو برای افرادی که تو سن پایین موهاشون شروع میکنه به سفید شدن. جلوگیری از ریزش مو. تقویت اسکالپ سر. روغن بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم که مطمئناً از روغن‌های دیگه خیلی بیشتر میشناسینش، روغن آرگان هست بین مردم. مخصوصا خانم‌های عزیز خیلی جا افتاده توی بیشتر مواد آرایشی از این روغن استفاده میشه. حالا یه سری از خواص اصلی روغن آرگان رو اینجا براتون مینویسم. روغن آرگان مناسب برای موهای خشک و وزه. خواص بعدی که داره رطوبت رسان فوق‌العاده قوی هست، دارای آمینو اسیدهای فراوان، قابلیت استفاده روزانه رو داره. یعنی شما روزانه میتونید از روغن آرگان، حالا نه هر روز ولی مثلا یه روز در میون به موهاتون بزنید. و چربی خیلی خیلی کمی داره نسبت به روغن‌های دیگه. خب اینم آموزش روغن‌های یه دور دیگه برم کنار. روغن‌های اساسی که برای موها لازمه. اینکه هر کدوم یه خاصیت داره. مثلا شما درمان سفیدی مو رو با روغن مورد مرکب میتونی انجام بدین. این خاصیت آرگان برای شما نداره. یا اینکه اگر میخوای رطوبت رسانی فوق‌العاده عالی داشته باشی باید از آرگان استفاده کنی، نه از مورد مرکب. شما اول باید نیاز اون مو رو که دارین تو سالن روش کار انجام میدید یا اینکه اون اگه میخواین تو خونه کار انجام بدین رو موهاتون، اول نیاز موهاتون رو بشناسید و بعد نسبت به همون نیاز براش یک روغن انتخاب بکنید. حالا من میخوام این روغن رو بزنم تو خونه به چه شکلی بزنم؟ هر کدوم از این روغن ها رو که خواستین تو خونه استفاده کنید روغن رو به موهاتون میزنید، کاملا آغشته میکنید و اینکه وقتی که کاملا روغن به موها آغشته شد یک دور کاملا برسکشی شونه میکشین تا مطمئن بشین قسمتی نمونده که روغن بهش نفوذ نکرده باشه. بعد از اون روی موها رو با یه حالا مثلا نایلکسی اگر دم دست دارین یا اگر کاوری دارین روی موها رو کاور بکنید و با کلیپس ببندین که هوای زیر موها زیاد در جریان نباشه. روی موها کمی سشوار بگیرید، باد سشوار بگیرید. بهتره که این روغن اگر تو خونه دارین استفاده میکنین دیگه حداقل 2 ساعت روی موهاتون بمونه و بعد آبکشی کنید. حالا من یه سری ماسک موی طبیعی آماده کردم، آموزشاش رو که براتون میذارم. این ماسک موها ترکیبی از موادهای گیاهی دیگه به همراه این روغن‌هایی که اینجا آموزشش رو براتون گذاشتم که هر کدوم از این ماسک موها یک کار خاصی برای موها انجام میده و به شدت تاثیرگذار دیتاکس تراپی طبیعی کف سر رو به همراه میوه ها براتون میخوام آموزشش رو بذارم که دیگه هزینه زیادی برای درمان و دیتاکس تراپی موهاتون نخواین الکی هزینه بکنید. امیدوارم از این آموزشم راضی بوده باشید. خوشحال میشم اگر کانال منو سابسکرایب بکنید و دکمه لایک و زنگوله رو هم برای من بزنید. طبق معمول اگر سوالی داشتین برام تو کامنت ها بنویسین، میخونم و حتما جواب میدم.
پیج اینستاگراممو برای شما پایین صفحه گذاشتم، اونجا هم منو دنبال کنید. نکات آموزشی اونجا هم برای شما قرار میدم و در انتها امیدوارم موفق باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.